در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طوری بود که مسلمین، مؤمنین، اصحاب کرام، متابعین و همه مؤمنین این بودن وقتی یک جوان مبارز و یک جوان مجاهد، یک جوان با استعداد و با اخلاق اسلامی را میدیدن، دختر خدا به عقد نکاح از او میدادن. ولی متاسفانه در چنین شرایطی که ما زندگی میکنیم، در عصری که ما زندگی میکنیم، همه پشت مادیات میگردن، پشت دینداری و پشت اسلامیت، پشت شجاعت، پشت تعلیم و تربیت یک پسر نمیگردن. پس لازم میدانم ایره که ما بزرگا باید جامعه خدا وادار به این بسازیم که از خود باید شروع کنیم که ولور و رسم و رسوم و اعنانات و به بد دادن دختر، به بد گرفتن دختر، به بانه‌های گوناگون ظلمی را که بالای طبقه اوناس هست که در دین جایگاهی نداره، ما نباید روا بدانیم و نباید اونا را ما رسم بسازیم برای خود. حق انتخاب برای هر دختر و برای هر پسر یک حق شرعی است. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صراحت واضح میگن که اینا را شما بگذارین که در بین خود صحبت کنند، در بین خود از اخلاق یکی دیگه آگاه شوند، با شرایطی که اینا میخواین زندگی کنند. اونا را قبل از اینکه نکاح بر عقد نکاح برن، باید اینا در بین خود با تفاهم کلی برسن، بعد از شما عقد نکاح را صورت بدید. بدون از اینکه نظر دختر و پسر خواسته شود در رابطه با عقد نکاحشون، اونا را به عقد نکاح میتن. رسوم بدی از قدیمی ها در این وطن ما مانده که در طفلیت، حتی در صغارت او را به نام کسی میکردن، وقتی جوان میشدن اونا نمیپسندیدن یکی دیگر، ولی به خاطر از اینکه که بین بزرگا یک عرف بسیار ناپسندی بودن که از شرم قوم، از شرم بزرگا، از حیای اقوام ما باید خود نجات بدیم، اونا را به عقد نکاح میدادن، ولی زندگی بسیار بدبختانه را اونا سپری میکردن تا آخر عمر.